چطوری؟ قربونت برم. مرسی. ما که همیشه استفاده میکنیم از حضور شما و اینکه امروز یه سوالی برای من پیش اومده. رضا چیه؟ ببین مارکت رو چجوری میبینی کلا؟ والا مارکت از نظر فروش یا خرید؟ ببین میخوای اول از همه میخوای خرید رو بگیم، بعداً در مورد فروش هم صحبت کنیم. والا خرید که مردم منتظرن که اینترست ریت بیاد پایین، ولی به نظر من الان وقت خوبیه. یعنی تو میتونی قشنگ خرید تو خیلی راحت انجام بدی. اینونتوری هم منزه کافی هست، بعد کاندیشن هم میتونی بذاری با آرامش بیشتری. یه ذره من فکر میکنم اگه اینترست ریت حالا اعلام بشه، درسته خیلی رقمش تاثیرگذار نیست توی پیمنت ها، خیلی رقم قابل توجهی نیست، ولی از لحاظ روانی خود بازار رو به هم میریزه. البته من فکر نمی‌کنم بازار خیلی اونطوری بخواد هیجانی بشه، چون اونورم در نظر داشته باشیم دیگه، یه سری سلرها هستن منتظر این روزن، اونا میخوان بفروشن اینونتوریه. به نظر من میرسیم به یه کورکشن، یه بالانس مارکت، ولی خرید کردن توی به هر صورت شرایط آروم خوب بهتره دیگه. آره مثلا من خودم یه حالا در رابطه با فروش یه سلر دارم، مثلا حالا اون از من سوال میکنه، میگه مثلا الان بفروشیم وقت خوبی، الان نفروشیم. نظر تو چیه؟ ببین به چند تا نکته خوب باید آدم توجه کنه. یکی این که الان خونه‌های خیلی خوب همچنان توی مارکت خیلی زود میرن. حتی من دیدم که روشون دعوا میشه، هم کاندوهای خیلی خوب هم خونه‌های خیلی خوب. یعنی بستگی به خونه داره، بستگی به لوکیشنش داره. یکی این که بعد اون سلر هم بعد یه چیزی رو برای خودش کلکولیت کنه تو این یکی دو سالی که میخواد خونه رو نگه داره. آره. چقدر میخواد اینترست ریت بده و این اینترست ریت که میده بهش برمیگرده با این همه سختی هم معمولا سختی داره دیگه، یه پیمنتی رو میخواد بدی دیگه، ببینه بهش برمیگرده تو این زمان، تو این 2 سال. تو مثلا میگیم سالی مثلا نورمال 5% بره بالا، 5%، 6%، بعضی موقع 7% شما داری اینترست ریت میدی. درست. خب شما باید ببینید این قضیه برای شما اکسس میکنه، یعنی منظور همون کرینگ کاست دیگه. مثلا طرف فکر میکنه الان مثلا من سال 2025 بیارم تو مارکت، شاید خب خونه گرونتر بشه بتونم بفروشم. باید ببینیم اون تفاوتی که الان میتونه بفروشه با اون روز میتونه بفروشه، آیا تو این مدت چه باری رو داره تحمل میکنه دیگه. مثلا این همه کرینگ کاستی که داره میده، شاید تو اون نقطه که رسیدید ای بابا مثلا اون قدری که فروخت اگه همین امروز میفروخت شاید براش هیچ فرقی نمیکرد حداقل. آره دیگه. الان به هر صورت میگم الان بازار آرومیه، یه خورده احساسی هم نیست حالا. ولی من یه چیزی هم بگم، با اینکه بازار آرومه، میگم اون خونه‌های خوب همچنان آره خیلی خوب داریم میبینیم خرید و فروش میشه. خونه‌ای باشه که واقعا مثلا چه میگم یه سری فیچرهایی داشته باشه و یه سری چیزایی باشه که تو بازارهای داغ اینا معمولا 40 تا آفر میگرفتن، الان میتونم بگم 5 تا آفر دارم. همین دیشب این خونه‌ای که بانگلویی که خب پتانسیل در واقع رینوویشن داره، 4-5 نفر آفر براش گذاشتن. بله. و دعوام شد سرش و خوبم فروخت به نظر من. یا همین خونه‌ای که رینوویت کرده بود، مثلا هیچ کس باورش نمیشد، گذاشته بود چقدر نمیدونم 999 تا فروخت 1,388، یعنی 1.4 تقریبا میشه گفتش که به قول تو همین الانش هم یه ذره دیر شده. همین الانش هم من فکر میکنم که اگر طرف بخواد بیاره تو خونه‌شو بیاره تو مارکت، چند تا چیز باید خیلی دقت کنه. بعد ببینه که رقیباش کدومن تو اون محل. آره. و اینکه خودش رو باید آماده کنه برای اینکه خونه‌شو بهتر پرزنت کنه و این قضیه از روی درایوی شروع میشه. یعنی شما باید شروع کنید یه حالتی به خونتون پرزنتبل بشه که بتونید وقتی که طرف میاد توی خونه شما فیل لایک هوم بکنه. دقیقاً. و شما رقیباتون رو بذارین کنار. آره. این قضیه رو ما تا یه حدودی میتونیم کمکشون کنیم، بهشون آیدیا بدیم، ولی at the end of the day خیلی از سلرها اگه بخوام پول بیشتری بیاد تو دستشون، من پیشنهادم اینه که از دم درایوی شروع کنن. برید جلو. حتی اون گلدونه دم دره و نمیدونم خونه رو ترتمیز کردن، ارگانیز کردن موثره. آره اینو بعد خودشون حس کنه دیگه. طرف خریدار باید اون ارتباط رو با خونه برقرار کنه. 100%. همت گرم. حالا ببینیم چی میشه دیگه. قربونت برم. مرسی، استفاده میکنم. چاکریم. قربون شما برم. مخلصی.